تمرین برای پیشوازی امامعلی رحمان در ناحیه مسچو. قرار است پرزیدنت ماه سپتامبر به این ناحیه برود. تمرین جوانان را در ماه اپریل منع کردند. این برای پیشگیری از کرونا ویروس بود. مسئولین ناحیه مسچو گفتند که تمرین ها با رعایت قاعده های بهداشتی صورت میگیرد. کامو انشاءات جشنی کامو پیشمون انشاءات میده بیار تو ببینی فرهنگی و دیوانه فاصله گرفته که انشاءات قبولشون به آدم نشده. امامعلی رحمان سفر به ناحیه ها را آغاز کرده است. کارشناسان میگویند هدفش سود جستن در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر است. قرار است 11 اکتبر شهروندان تاجیکستان برای 7 سال آینده پرزیدنت انتخاب کنند.